توست سن میشل یه صبحانه پاریسیه، یه صبحانه تقریبا ساده و اما خب در اینا خیلی خوشمزه. میندازیم داخل تابه، یه حالت توستش اضافه میکنیم با یه کوچولو بخاطر که کرمون نسوزه بهش روغن هم اضافه میکنیم. 3 تا تخم مرغ نیاز داریم، یه پینچ نمک، یه پینچ هم فلفل. من اینجا فلفل سفید بهش اضافه میکنم. مرغا رو خوب هم میزنیم اول زدنتون تا که یه دامنه، تا زمانی که روی تخم مرغتون یه حالت حباب افتاد، یعنی به این صورت شد، یعنی دیگه نیاز نیست زیاد. کره و روغنمون رو که اضافه کردیم تقریبا با حرارت ملایم تخم مرغ رو اضافه میکنیم به تابه. طرفش رو اول میزنم داخل تخم مرغ. فقط اینجا رو بچه‌ها داشته باشین، گذاشتن نون خیلی مهمه. من میخوام نون رو یه جوری بذارم که زمانی که میخوام برگردونم نونه قشنگ رو هم دیگه قرار بگیره. خب ما اینجا اینو برش میگردونیم، دوباره برمیگرده داخل تابه. خب پنیری که درست کردیم، پنیر کاتیج، میتونین از این استفاده کنید. میذارین ژامبون میتونید بذارین، بیکن میتونید بذارین، بوقلمون میتونید بذارین. اینا همه سلیقه‌ایه. من گرجنم میذارم به این صورت. اینو برش میگردونم. خب برش میگردونم اینجا که این سمت نونم یه کوچولو طلایی بشه. به همین صورت سروش کنید، یا اگرم دوست داشتید میتونید یه ساید سبزیجات و سالاد هم کنارش میزنم که ببینید پخته شه.